یه مرضی که هممون داریم. الکسی تایمی یعنی چی؟ یعنی پدر من دلواپس آینده برادرمه ولی تا الان توی خیابون با هم دیگه قدم نزدن. خواهر من نگران فشار کاری پدرمه ولی تا الان از خواسته‌های خودش کم نکرده که پدر من توی آرامش باشه. مادر من هر شب با فکر خوشبختی من میخوابه ولی تا الان از من نپرسیده چی تو رو خوشحالت میکنه. خود من هر روز صبح با فکر رنج و سختی مادرم بیدار میشم ولی تا الان باشه سینما نرفتم که آرامش بیشتری بهش بدم. توی روانشناسی به میگن الکسی تایمی، یعنی فقر کلمات در بیان احساساتمون. یک مریضیه که هممون داریم، احساساتمون رو پنهان میکنیم، تکلیفمون با خودمون مشخص نیست، همدیگه رو دوست داریم، شهامت دوست داشتن نداریم، دلتنگ همدیگه هستیم ولی وقتی همدیگه رو میبینیم لالمونی میگیریم. انقدر این احساساتمون رو پنهان میکنیم تا آخر سر عزیزمون رو از دست میدیم و مجبوریم تا آخر عمر